بررسی کتاب هوش هیجانی اثر دانیل گلمن. این کتاب ماهیت هوش هیجانی و تاثیر گسترده اون رو بر بسیاری از جنبه‌های زندگی آشکار میکنه و با ارائه راههایی که هوش هیجانی تکامل پیدا میکنه و توضیح این که چطوری میتونیم این هوش هیجانی رو بهبود ببخشیم، جایگزینی برای رویکردهای بیش از حد شناخت محور به ذهن انسان ارائه میکنه که قبلا در مکاتب روانشناختی غالب بوده. برخی از مردم فکر میکنن که هیجانات فقط در موقعیت‌های عاشقانه یا در یک دعوای فیزیکی نقش دارن. با این حال در واقع هیجانات همه جا هستن. بر انتخاب‌هایی که میکنیم تاثیر میذارن، به ما کمک میکنن تا چیزها رو درک کنیم و وقتی با افراد دیگر سر و کار داریم بسیار مهم هستن. در واقع اونها بخش بزرگی از پس‌زمینه زندگی ما هستن و بر نحوه دیدن و واکنش ما نسبت به همه چیز اطرافمون تاثیر میذارن. این کتاب به چگونگی تاثیر هیجانات به زندگی روزمره میپردازه، توضیح میده که چطوری هیجانات میتونن واقعا مفید باشن، اما همچنین چطوری میتونن گاهی اوقات شما رو به مسیر اشتباه هدایت بکنن. علاوه بر این، نقش هوش هیجانی رو در استفاده از هیجانات برای ایجاد نتایج مثبت و اجتناب از موقعیت‌هایی که میتونن به ما آسیب برسونن برجسته میکنه. این کتاب توضیح میده که چطوری هوش هیجانی ایجاد یک تعامل متعادل بین مغز هیجانی و مغز منطقی یا شناختی رو ممکن میکنه و به ما نشون میده که چطوری میتونیم این ظرفیت رو به دست بیاریم و گسترشش بدیم و در نهایت به این سوالات جالب پاسخ میده که هوش هیجانی چطوری در افراد رشد میکنه و چرا این ظرفیت برای کل جامعه بسیار مهم هست.